فقط دعا کن اون چیزی که فکر میکنم نباشه که ازش میترسم. سلام خاله جون. سلام قشنگ خاله. خاله برام بستنی خریدی؟ نه خاله یادم رفت، ببخشید. خاله چرا رنگت پریده، میخوای برات آب بیارم؟ آره برو برام یه لیوان آب بیار. سلام آبجی، چی شد؟ سلام آبجی. وای حالم خیلی بده، جواب آزمایش مثبت شده. خیلی خوبه که، چرا خوشحال نیستی؟ یعنی چی خوبه؟ اگه علی 1% بفهمه منو بچه رو با هم میکشه. با مگه شهر هرته؟ آبجی من زندگیمو علی رو دوست دارم، نمیخوام زندگیمو خراب کنم. خب الان چی کار میخوای بکنی؟ بهش میخوای بگی؟ نمیدونم آخه اوضاع کار علی هم خرابه، نمیدونم باید چی کار کنم. باشه آبجی، حالا هر تصمیمی بگیری من پشتتم.